دوست مهربون من سلام، امیدوارم حالت عالی باشه. خیلی خوش اومدی به فال امروز خودت. قراره که از طرف مقابلت سوالهایی بپرسیم راجع به اینکه آیا واقعا عاشقت هست، دوستت داره، چه تصمیمی راجع به تو داره، چه کاری میخواد برای تو انجام بده، تصمیمی کلا راجع به رابطه با تو داره، این رابطه رو چطوری میبینه. همه اینها سوال هایی هست که تک تک به جوابشون توسط 4 دسته کارت قراره برسیم. به امید خداوند و به کمک نیروهای پاک الهی ازت درخواست میکنم که لطفاً طرف مقابلت رو، چهرش رو یا متصور شو یا چشاتو ببند و اسمش رو تکرار کن. این کار اجازه میده به ما که انرژیت رو انتقال کنی به کارت ها و راجع به خود شخص تو انگار که یه فال شخصی باشه، نیت کرده باشی جوابهایی رو که مثل اعترافهای عشقت به تو هست رو بگیریم و ازت سوال میکنم که آیا حاضر هستی که جواب سوالهای خودت رو به صورت خیلی واضح از دست کارت‌های تاروت من دریافت کنی؟ به امید خداوند استارت میزنیم فالمون رو. در همون ابتدا کارت اومده که کارت آس چوب دست هست. کارت آس چوب دست حرف میزنه راجع به طرف مقابلت که میخواسته که شروعی رو داشته باشه با تو، چه توی رابطه باشی چه توی رابطه نباشی. یه موقع‌هایی یه جواب نهی به دل خودش داده و یه جایی که باید سفت و محکم میگرفته احساسش رو پنهان کرده. از همون اول راجع به دوست داشتن حرف میزنه ولی میگه که دوست داشتنش رو پنهان کرده. حتما که کارت میریزیم و دلیلش رو بهتون میگیم. ببین، شخصیت مورد نظرت اعتراف میکنه که اول کمی اعتقاد نداشته به وجود چرخه اقبال و سرنوشت، اینکه شما با هم آشنا شدید شاید کار خداوند بوده، شاید کار کائنات بوده و شما میتونید جفت روحی مناسبی برای هم باشید. میگه در اول فکر من این نبود ولی با گذر زمان فهمیدم که انگار تو جفت روحی برای من بودی و کار خداوند و کائنات بوده که تو رو در مسیر من قرار داده. ببین، به عنوان یه شخصیت ازدواجی به طرف مقابلت داری نگاه میکنی یا کسی هست که باهاش ازدواج کردی و زندگیت محکم بوده، پر و پا قرص بوده. ولی میگه طرف مقابل شما داره اعتراف میکنه که با وجود این که ایشون هم برای داشتن یه رابطه محکم، پر و پا قرص، رابطه‌ای که 4 ستون محکم در اون دیده میشه، اول برنامه ریزی داشته و بعدش ناراحتی براش به وجود اومده، دلشکستگی به وجود اومده. احتمالاً ازش فاصله گرفتی یا حرفی زدی یا کاری کردی که انتظارش رو نداشته. حتی ممکن هست کار مستقیمی انجام نداده باشی. مثلا چی؟ مثلا با یک نفری گرم گرفته باشی، ایشون بهشون برخورده باشه، یا اینکه نسبت به دوستان تو، آدم‌های دور و بر تو حساس شده باشه و تو یه مقطعی از زندگی نظرش انگار راجع به عقد و ازدواج و زندگی و تشکیل خانواده‌ای که محکم باشه توی شک و تردید و دودلی افتاده. داره میگه که ازت یه زمانی ناراحت بودم ولی بعدم فهمیدم که یه حساسیت بیش از اندازه‌ای هست به خاطر دوست داشتن من نسبت به شما هست. ایشون اعترافاتی رو دارن انجام میدن که خیلی جالب هست. میگه که اگر ناراحت میشدم شخصیت غیرتی میتونم باشم، چه خانوم باشه چه آقا باشه. من طرف مقابل تو رو کمی غیرتی میبینم، حساس میبینم بهتره بگیم، و از روی دوست داشتن خیلی زیاد هست. این که میگم حساس هست، نه اون حساس بودنی که یا غیرتی بودنی که بعضی از دوستان ممکن هست متصور بشن، ولی میگه تا حدودی به خاطر اینکه ایشون احساس دوست داشتنش واقعی هست و برای داشتن یه رابطه محکم تو رو میخواد، برای همین هست که کمی حس و حال حساس بودن خیلی سریع بهش دست میده. ممکن هست سریع از دستت ناراحت بشه، سریع گارد بگیره یا حتی قهر کنه. شاید این موضوع برات یه موضوع جالبی باشه که چرا یهویی حرفاش رو دیگه نمیگه یا توی سکوت خودش فرو میره.
احساس میکنه ایشون البته اعتراف میکنه که وقتی سکوت کرده تو بیشتر متوجه شدی، تو بیشتر سمت نگاهت به سمت ایشون شده و برای همین هر وقت یه چیزی واقعا براش مهم هست ناراحتی خودش رو با سکوت به شما نشون میده و این یه اعتراف جالبی هست که داریم از دست کارت تاروت رایدر، اولین دست کارتمون، دریافت میکنیم. خب کارتای تاروت من راجع به یه موضوع دیگه هم حرف میزنن، اینکه تصمیم ایشون الان چی هست. میگه که الان من یه سری خودم مشکلاتی دارم، درگیری هایی دارم که احساس میکنم ضعف دارم در مقابل اینکه بخوام یه سری مسئولیت های بزرگتری رو گردن بگیرم. ایشون خیلی دوست داره که یا توی رابطه نباشه یا اگر توی رابطه هست هر چیزی که هست مسئولیتش رو بپذیره. یه شخصیت کاملی میبینم، مسئولیت پذیر هست. اگر احساس میکنی مسئولیت پذیر نیست، خیلی دوست داره شونه خالی کنه، اینطوری نیست. ایشون یا چیزی رو قبول نمیکنن، اگر قبول کنن تا انتهای اون راه هستن. پس اگر در ابتدا بهت گفته که یه رابطه میخواد برای طولانی مدت، حتما که همین هست. اگر در ابتدا به شما گفته که شک داره راجع به اینکه رابطتون به کجا برسه، نیاز به زمان داره که زمان همه چیز رو مشخص کنه، میگه ته دلش شک و تردیدها رو برطرف کرده، خیلی هم سریع برطرف شده. به بودن در کنار شما خیلی داره فکر میکنه. تو شخصیتی هستی که حتی اگر آدم سر به راهی نبوده ایشون رو سر به راه کردی و میگه اعتراف میکنم از اینکه تو چش و دل من رو سیر کردی و من فقط و فقط دارم به تو فکر میکنم. ایشون هم از سکوت شما میترسه، میگه چون دوستت دارم وقتی سکوت میکنی احساس میکنم یه اشتباهی انجام دادم و برای همین هست که احساس خواهی کرد که در اون موقعی که تو سکوت میکنی من بیشتر دور و بر تو هستم و احساس تو احساس واقعی هست، چرا که واقعا ترسی دارم نکنه کاری انجام دادم، نکنه حرفی زدم که ناراحت هست. اینکه حرفهای ایشون رو داریم میشنویم از کارتهای من مثل حرف درد و دل کردن هست. میگه که الان دوست دارم یه سری مشکلات کهنه و قدیمی خودم رو به صورت کامل برطرف کنم، مشکلاتی که میدونم میتونه دامن زندگی من و رابطه من رو بگیره و دوست دارم که اگر در رابطه جدی شدم اون رابطه رو به صورت کامل بتونم مشکلاتش رو حل کنم. اگر کسی هست که توی رابطه شما و ایشون میتونن تاثیر بذارن، خیلی دوست داره تاثیرات محیط بیرونی رو کم کنه و تا حدودی موفق هم پیش رفته و در ادامه خیلی بهتر هم خواهد شد. میخواد اعتراف کنه، بگه به خاطر تو دوست داره یه تغییر بزرگ در زندگیش بده، رسیدن به سر و ظاهر، عوض کردن تیپ و ظاهر، قیافه، حتی عوض کردن اخلاق. اگر کارش رو دوست نداری، اگر شغلش رو دوست نداری، اگر دوست داری که یه سری تغییرات جدیدی رو داشته باشه، این شخص میدونه، از دل تو باخبر هست، انجام خواهد داد. هر جایی که باش صحبت کردی، گفتی که به دنبال چه چیزی هستی یا احساس میکنه که تو به دنبال چه چیزی هستی، به دنبال اون راه ها میره. من ایشون رو تا به الان شخصیتی میبینم که شما رو دوست داره و شما مورد توجه خاص و ویژه‌ای کیس مورد نظر خودتون هستید. بریم سراغ دست کارت دوم، ببینیم که آیا طرف مقابل دوستتون داره، عاشقتون هست و اعتراف هایی میکنه راجع به این زمینه، چه تصمیماتی داره، کلا میخواد چه قدمی برداره. به امید خداوند به کمک کائنات دست کارت پاسور تاروت ما در ردیف دوم ریخته میشه. خیلی کارتای خوش انرژی که جوابهای خیلی دقیقی رو هم به تو خواهد داد. خب همونطوری که در کارت اول کارت آس چوب دست اومده بود، در دست کارت دوممون هم کارت آس چوب دست اومد. ایشون به فکر جوونه زدن توی این رابطه هست، مطمئن هستم از این موضوع. یعنی تو رو به عنوان داشتن مقطعی کنار خودش یه مدتی داشته باشه نمیبینه. تو کسی هستی که اعتماد کامل طرف مقابلت رو به سمت خودت جلب کردی و حتما که برای داشتن یه رابطه بزرگ، یه رابطه که همه متوجهش بشن، اگر کسی با خبر نیست راجبش بدونه،
اگر به جاهایی رسیده که خطرناک هست از اون خطر و چالشش بیاد بیرون، به سمت اونها داره پیش میره، به سمت این اتفاقهای بزرگی که در واقع تأثیرات خوب داره. میگه که میدونم که تو هم آرزوی این رو داری که در رابطه‌ای که ما هستیم بتونیم که به سرانجام خوب برسیم. از خواسته تو، از عشق تو با خبر هست، یا به عشقت اعتراف کردی، از دوست داشتنت حرف زدی، یا انقدر که پا پیش گذاشتی، انقدر که پیگیر بودی، انقدر که وفاداری و فداکاری داشتی، ایشون مطمئن هستن از دوست داشتن شما. خیلی حساس شده. میگه اگر بدونم که به کس دیگه جز من، هر کس دیگه، حتی خانوادت، دوستانت توجه بیشتری داری، من حس حسادتم رو خواهی دید که برمیانگیزه و به صورت کامل درک خواهی کرد این حس حسادت رو. و همچنین اعتراف دیگه که داره میکنه این هست که دوست داره که مدیریت بعضی چیزها توی دستش باشه، یا حداقل اگر کاری انجام میدی راجبش توضیح بدی، یا قبلش یه اطلاع کوچیک حتی شده باشه بهش بدی. میگه که الان خیلی دارم دلواپس همه چیز رو میبینم، دلواپس هر چیزی، هر اتفاقی هستم. میگه میترسم به هدفام نرسم، به آرزوهام نرسم، و اگر نرسم اون موقع چی میشه؟ اون موقع چطور میتونم که با تو رو راست باشم و بگم که من آرزوهام یه جورهایی داره نابود میشه و میترسم از این که در این آرزوها اگر بهشون نرسم باعث زحمت، آزار، آزردگی خاطر حتی برای تو بشم. یه اعتراف خوبی میکنه. میگه که دوست داشتن خوب هست، عاشق شدن خوب هست، ولی ایشون به شما دید یک شریک رو دارن. میگه میدونم در روزهای خوب، بد، شاد، غمگین میتونم بهت اعتماد کنم، میتونم روی این که تو در کنارم هستی حساب کتاب باز کنم. چقدر حرف زیبایی گفت. واقعا عشق و عاشقی میتونه عالی باشه، ولی این که اعتماد داره به تو که رهاش نمی‌کنی توی هر موقعیتی، این یه دلیل بزرگ برای دوست داشتن یا حتی عاشق بودن هست. خب عزیزان دل من، میگه که اولش فکر میکرده که یه اعتراف هست. میگه اولش فکر میکرده که شاید تو شخصیتی باشی که یکم وضعیت مالی، کاری، یا حتی هر چیزی مثل آدم‌های دور و برش، خانواده، سطح زندگی برات مهم بوده، ولی یکم که بیشتر با تو آشنا شده حتما متوجه این موضوع شده که فقط شخصیت خود طرف مقابل، جایگاه خود طرف مقابل، اینکه چه جور آدمی هست برای تو مهم هست. انگار که تو ظاهر رو توجه نمی کنی و واقعا باطن کیس مورد نظرت و طرف مقابلت برات جذاب هست. یه جورهایی احساس میکنی که میتونی بهش تکیه کنی. من این رو مطمئن هستم. و واقعا کیس احساسی تو شخصیتی هست که قابل اطمینان میتونه باشه. خب کارتایی که داریم برای شما میریزیم صحبت میکنه از یک سری موقعیت هایی که باید حذف بشن یا تغییر داده بشن. این موقعیت ها راجع به هر دوی شما هست. میتونه راجع به کار شما یا شغل شما و یا کار یا شغل طرف مقابلتون حرف بزنه، راجع به اتفاقها یا تصمیماتی که گرفته بودید ولی بعضی از اونها اشتباه بوده، یا حتی راجع به یه تغییر و یه جابجایی که شاید در اول سخت باشه ولی در ادامه به نفع شما و رابطه شما خواهد بود حرف بزنه. در هر صورت میگه دوست دارم تغییراتی در چیزی که رد و بدل شده بینتون، قراری که بوده به وجود بیاد، یا حتی اگر یه جایی هستیم نیاز به تغییری دیدیم برای رابطمون و به خاطر رابطمون گذشت داشته باشیم و این گذشت رو انجام بدیم. شاید قرار باشه با تو جابجایی داشته باشه، شاید قرار باشه یه چیزی عوض بشه، حتی کنار گذاشته بشه و این تصمیمی هست که هر دوی شما باید در کنار همدیگه بگیرید و کمی براش جای نگرانی هست. میگه نمیدونم قبول میکنی یا قبول نمیکنی. کارت آس جام رو اینجا توجه میکنی بهش. کارت آس جام در واقع صحبت میکنه از عشق و احساساتی که سرریز میشه، یهویی لبریز میشه، جامی پر میشه از عشق، از دوست داشتن و سرریز میشه. ایشون
کم کم عشق رو تجربه کردم. ما جواب سوالمون رو کامل توی دست کارت دوممون گرفتیم. این که پرسیدم آیا واقعا عاشقت هست، میخواد به خاطر چی کارها انجام بده، میگه که ذره ذره من عاشق شدم و این که کم کم عاشق شدم میتونم به خودم اطمینان داشته باشم که این عشق الکی نمیتونه باشه. چرا که کم کم عاشق شده و لبریز شده این عشق. میگه خیلی وقتا میترسم که عشقم رو اونطوری که هست نشون بدم، ولی هر چیزی که هست من عاشق هستم و حتی اگر به زبون نیارم خودم از درون این عشق رو دارم احساس میکنم. اعترافی هست که کارت‌ها به زور دارن از طرف مقابلت میگیرن، چرا که میگه در بیان احساسات خیلی سخت وای میسته و دست خودش رو غیر قابل خوندن میکنه، خوندن دستش سخت میشه. ولی خوشبختانه کارت‌ها قشنگ از حرف دل ایشون در ردیف دوم از عاشق بودنشون، اینکه عشق چجوری در وجودش به وجود اومده حرف زدن برای ما و گفتن که با هر لحظه‌ای که گذشته، با هر اتفاقی، با هر قدمی این عشق پررنگ و پررنگتر شده و باعث شده که به مرحله جدی شدن برسه. میگه حاضر هستم به خاطر تو هر چیزی رو رها کنم. دلبستگی داره، تو میخوای یه موقعیتی رو رها کنه یا یه کسی رو رها کنه یا حتی یه چیزی رو تغییر بده، میگه به خاطر تو این تغییرات رو انجام میدم. ایشون از خصوصیات خودشون میگن که خیلی تند و تیز برخورد میکنن در مواقعی که احساس کنن حقی پایمال شده و خیلی دوست داره که همیشه عدالت رو در مورد ایشون رعایت کنید. از اینکه شما قضاوتش کنید خیلی میترسه و ممکن هست حتی عصبانیت داشته باشه، یعنی واکنش تند و تیز داشته باشه، یهویی عصبیشه به خاطر اینکه احساس کنه شما دارید قضاوتش میکنید. دیگه اگر میخوای ایشون رو عاشقانه کنار خودت نگه داری، سعی کن که حرف دلش رو متوجه بشی و همچنین سعی کن که ایشون رو در اولویت هر کسی و هر کاری قرار بدی. نیاز به توجه زیاد، نیاز به دیده شدن در جایی که حتی شاید چیزی برای تعریف کردن وجود نداشته باشه، نیاز به تحویل گرفته شدن. حسهای ایشون رو دارم میگم، اگر اینها رو انجام بدی کیس مورد نظرت مثل مومی در دستانت میشه. ایشون نیاز به تایید شدن دارن، اگر کاری داره انجام میده خوب هست، اگر سختی داره تحمل میکنه تو متوجهش هستی، بگو که متوجه این هستی که داره تلاش میکنه. و هر چقدر که شما ایشون رو تحویل بگیرید، هر چقدر که دیده بشه و احساس کنه برای شما با ارزش هست، مهم هست، مطمئن باش که صد خودش رو برای شما میذاره. اینها اعتراف هایی هست که ایشون داره انجام میده، از احساسات خودش حرف میزنه، از چیزهایی که باعث خوشحالیش میشه حرف میزنه و بهت خیلی کمک میکنه که بتونی بهتر بشناسیش و کارهایی رو انجام بدی که شخص مورد نظر یا پارتنرتون اونطوری که خودتون دوست دارید در رابطه باشه و کارهایی که تو دوست داری رو هم ایشون انجام بده. میگه میدونه که خود شخص تو هم عاشق سورپرایز شدن هستی، عاشق این هستی که فقط به تو توجه کنه ایشون، و همچنین میگه از این باخبر هست که تو شخصیت ریسک پذیری در زندگیت هستی، کارهای پر ریسک انجام میدی. شاید عشقت رو یهویی به زبون بیاری، شاید یه تغییر بزرگ رو یا یه ریسک بزرگ رو یهویی بپذیری و میگه بعضی وقتا احساس خطر میکنم و میترسم که نکنه به خاطر ریسک پذیر بودن تو خطراتی نزدیک تو باشه که من نتونم وقتی توی رابطه بودیم، توی زندگی خودمون بودیم، نتونم اون خطرات رو ازت دور کنم. خیلی دوست داره که کمی شما شخصیتی باشید که محتاط‌تر نسبت به هر تصمیمی عمل میکنید. میگه خیلی دوست دارم که احتیاط کمی در وجود تو بیشتر بشه. ایشون رو دارم میبینم در یه رابطه‌ای بودن که کلا اون رابطه تموم شده و رابطه جدی بوده، یا میگه طرف مقابل تو میترسه که توی رابطه‌ای باشه که این رابطه بعد اینکه جدی بشه و بعد اینکه چند مدت ازش بگذره بیخیالش بخواید بشید.
میگه میترسم از این که من اخلاق و رفتاری داشته باشم که اول احساس کنی میتونی با اونها کنار بیای، ولی با گذشت زمان بگی که من نمیتونم کنار بیام و من رو تنها بذاری. از تنها شدن، از رها شدن یا طرد شدن خیلی میترسه. دوست عزیز من، این ترسی که در وجود بعضی از طرف مقابل های شما وجود داره به خاطر تنیدگی نشون داده میشه. یه انرژی، یه ترسی به وجود میاره در دل ایشون که به خاطر اون ترسه به تو نزدیک نمیشه. میگه نزدیکش میشم، عاشقش میشم، بعد من رو رها میکنه و میره. این ترسه برای بعضی از دوستانم با کارت شیطان داره نشون داده میشه. شکار دعایی که گفتم اگر توی یه رابطه خیلی جدی بوده که یهویی تموم شده، شاید شخص نمیخواسته که جدا بشه و یه کار دعایی انجام داده، یا اینکه طرف مقابل شما بخواد که با شما باشه ولی یک نفری مخالف بودن در کنار شما هست و این کار رو داره انجام میده. حتما که حواست رو خیلی جمع کن نسبت به این حرفی که اومد و کارت های من خیلی قشنگ و واضح دارن اطلاعات بهت میدن. شما نیازی به داشتن فال شخصی واقعا ندارید وقتی که انقدر کامل داره از زندگی شما اطلاعات میده که بتونید بهش اعتماد کنید. عزیز دل من، تنیدگی ها باید برطرف بشه. اگر احساس میکنی طرف مقابل شما میترسه، با تمام دوست داشتنش میترسه که یه زندگی رو تشکیل بده، یه دوست داشتنی رو ثابت کنه، یا میترسه حتی در مقابل یه سری آدم ها وایسه و از تو دفاع کنه. ترس اگر وجود داره در وجود طرف مقابلت، خیلی سریع باید رها بشه و اون ترس رو بتونی از بین ببری. خب کارتایی که برای شما ریخته میشه از ایشون داره حرف میزنه. میگه بعضی وقتا چکت کردم، نامحسود چکت کردم و سعی کردم که متوجهش حتی نشی. میگه شکی در دلم وجود داشته که وقتی چکت کردم از راه دور، حتی پرسجو کردم از آدم‌های مختلف راجع به تو، اون قضیه، اون شک از من برطرف شده و راجبش کلا با تو صحبت نکردم. مورد دیگه‌ای که ایشون دارن اعتراف میکنن این هست که تو به عنوان یک شروع جدید در زندگیش بودی. تو به عنوان شخصیتی بودی که میدونسته میتونه بهت اعتماد کنه. یه چیزی از درون از همون لحظه اول ایشون رو و محبت شما رو در دلش قرار داده و ایشون رو توی حالت عشق و عاشقی و دوست داشتن قرار داده، ولی باز هم داره تاکید میکنه که این عشق لحظه به لحظه بیشتر شده، ثانیه به ثانیه بیشتر شده و واقعا خیلی میتونه با ارزش باشه. میگه گاهی وقت احساس میکنم که ممکن هست که توی بعضی موارد نتونم از تو حمایت کنم و یه ترس دیگه‌ای در دلم به وجود میاد. عاشق تو هست، تصمیمش داشتن تو هست، ولی میترسه از اینکه از مسئولیت هایی که روی دوشش قرار میگیره نتونه بر بیاد و مسئولیت ها سنگینی کنه روی دوشش. میگه میترسم از اینکه خواسته از من داشته باشی و من نتونم اون خواسته رو برآورده کنم و این ترس بزرگی در زندگی من هست. خب از ادامه راه دوست داشتن هم حرف زده میشه و میگه نگران این هستم، میگم نکنه این دوست داشتن در یک جایی به پایان برسه. در کارتای ردیف پایین هم راجبش صحبت کردیم، ولی این حتما احساسی هست که به خاطر ترس داره به وجود میاد در دلش و شما باید رسیدگی کنید. اگر شخصیت خاص مد نظرتون ترس های بزرگی در دلش داره، غیر عادی این ترس ها نشون داده میشه در هر ردیفی که میخوایم که تفسیر کنیم برای شما. خب از عشق و علاقه ایشون حرف بزنیم. میگه که من خودم رو لازمه یه تغییر بزرگ میبینم و آماده این میبینم که زندگی خودم و شما رو وارد یک فاز جدیدی حتی از زندگی بکنم. ایشون دوست داره که به شما بگه و راجبش صحبت کنه که یه سری اتفاقهای جدیدی باید در رابطه شما شکل بگیره. صمیمیت بیشتر، بودن بیشتر در کنار هم، کم شدن فاصله‌ای و این تصمیم جدی هست. و میگه برای شناخت بهتر هم یا حتی برای مشکلاتی که داریم و اون مشکلات با بودن کنار هم حل میشه، دوست دارم که فاصله اگر وجود داره این فاصله ها کم بشه. این فاصله هر چقدر بیشتر و بیشتر بشه، ایشون دلیل بر این میدونن که مشکلات قراره که موندگار بشه
و خیلی وقتها مانع اصلی زندگی شما رو در این میدونه که مشکلاتی وجود داشته که حل نشده و فاصله ها باعث شده که این مشکلات حل نشه. دست کارت آخرمون رو دوست دارم برات بریزم و ببینم که از اعترافات ایشون از حرف دلش راجع به عشقت و همچنین راجع به اینکه چه تصمیمی میخواد داشته باشه برات کارت میریزیم. احساس ایشون رو میتونی در این کارت به صورت دقیق، امیدوارم واضح باشه، ببینی. کارت عشق نشون داده میشه، کارت دوست داشتن، کارتی که عشقی که به سرانجام خواهد رسید. ته دلش این هست که کنار شما باشه و حتما که کنار شما خواهد بود. چرا که میگه من ایمان دارم، اعتقاد دارم که اگر دو نفر همدیگر رو بخوان سختی ها و مشکلات رو حل میکنن و در کنار هم میمونن. میگه وقتی که به گذشته رابطه تو و خودم نگاه میکنم یا وقتی که دارم یه گذشته ای رو با الان مقایسه میکنم، یه دوست داشتنی در قبل رو با این دوست داشتن مقایسه میکنم، میدونم که این دوست داشتن متفاوت از هر چیزی هست. و همچنین ایشون میگه من حتی دوست دارم ترس هایی که دارم رو رها کنم و دوست دارم از صفر شروع کنم. ایشون رو دارم میبینم که از اون حالت ترسی که براش به وجود اومده بیرون خواهند اومد. قشنگ در این کارت میتونی ببینی حالی که دورش هست، ترسی که فرا گرفته و این ترس حتما پایان خواهد یافت. ایشون رو با کارت صفر وقتی نشون میده میگه که آزادی عمل به دست خواهد آورد. اگر شخصیتی هست که مستقل نیست حتما که به استقلال خواهد رسید. کارتی رو دارم میبینم که از بلا تکلیفی ها شما در میایید، از هم دیگه با خبر میشید توسط زنگ، پیغام، خبر، حرفایی که داره رد و بدل میشه. و میگه که دوست دارم که اگر مدام به صورت تلفنی، پیامکی یا از طریق هر فضای مجازی یا هر چیز دیگه با هم دیگه در ارتباط هستیم، این ارتباط به صورت ارتباط رو در رو و مستقیمی باشه. ایشون حرفی که به شما دارن میگه تو ملکه احساسات در زندگی من هستی، نقش یک مادر رو برای من داری و همچنین مطمئن هست که اگر آقا باشی حتی در این فال و داری به این فال گوش میکنی، میگه رفتارهای مادرگونه‌ای داشتی. رفتارهای مادرگونه نشون دهنده این هست که شما بی‌پروا بهش کمک کردید بدون چشم داشت، میدونه که در کنارش هستی و اگر کاری حتی براش انجام بدی منتظر این نیستی که ایشون هم قدمی برات برداره و مثل یک مادر از خودتون میگذرید. میگه گاهی وقتا سریع عصبی میشی یا سریع ناراحت میشی و از کوره در میری، نگران این موضوع خیلی هستم، میگم نکنه به مشکل و سختی ها و مانع های بیشتری بر بخوریم. ایشون میگه گاهی وقتا بی دلیل احساس ناامیدی و ناراحتی میکنم در اوج این که همه چی حتی خوب هست و برای همین میگم که نکنه این حسی که در وجود من هست یهویی به خاطر این ناراحتیه، یهویی به خاطر این حسی که در اوج حتی خوشحالی ها به ایشون دست میده، میگه نکنه که لطمه بزنه به دوست داشتن من، به زندگی من و میترسه از این قضیه. خب این ناراحتی، اینکه دلواپس هست، اینکه آشوب هست، برمیگرده به همون ترس هایی که راجبش صحبت کردم و یه حسی یا انرژی این ترس رو داره در وجودش بیشتر میکنه یا بیشتر پررنگ نشون میده و باعث میشه که بخواد به خودش اعتماد نداشته باشه. شما شخصیتی هستی که نور و چراغ راه این رابطه هستی. میگه وقتی به این موضوع فکر میکنم که میتونم در رابطه به تو اعتماد کنم، این باعث میشه که آرامش دل به سراغ من بیاد. ایشون میدونه که شما مشکلات رو هرچند اگر ناراحت باشی مشکلی پیش بیاد حتما به جنگ با مشکلات میری و سعی میکنی اگر مشکلی هم هست حل کنی. و این قضیه که شما یه شخصیت مدیری هستید گاهی وقتا باعث آرامش خاطر براش میشه. و کارت های من داره میگه که درسته که بعض وقت احساس میکنه نکنه خیلی عصبی بشه و من رو رها کنه، ولی یه چیزی مثل یه آرامش یهویی سراغش میاد و میگه که نه، نور چراغ این رابطه هست
احساس امنیت و آرامش پیدا میکنه وقتی به این دوست داشتن فکر میکنه. تو دوست داشتن خودت رو ثابت کردی. یعنی این کارت ها هر چیزی که دارن میگن این هست که شما احساس دوست داشتن خودت رو ثابت کردی و این طرف مقابلت هست که گاهی وقتا توی شک و تردید داره به سر میبره، مطمئن نیست، شاید نسبت به خودش مطمئن نیست، راجع به مسائلی که نسبت به اونها شک داره، تردید داره. صحبت کردیم و بیشتر شک و تردیدهاش داره سمت خودش میره. این که میگه میترسم از قبول مسئولیت، میترسم از پس قول و قرارهایی که دادم بر نیام، میترسم از این که کاری انجام بدم که من رو رها کنی و تحمل من، شاید اخلاق من، شاید رفتار من در گذر زمان برات سخت باشه. و اینها ترس هایی هست که گفتم به صورت غیر عادی نشون داده شده که باید ریشه یابی شه و حل بشه. خب عزیز دل من، از طرف مقابل شما کارت هایی که براتون ریختیم داره حرف میزنه و میگه که حاضر هست به خاطر تو حتی یک سری آدم های دور و بر رو کنار بذاره. بهت گفتم در ردیف دوم که ایشون عاشقانه شما رو مطمئناً دوست داره و اینها دلیلی هست که بخواد عشقش رو ثابت کنه. میگه هر کسی که یا هر کاری که باعث آزار تو شده باشه دوست دارم رها کنم و فاصله بگیرم. حتما ایشون به سمت شما قدم برمیداره و یه کار با ارزشی برات انجام میده. این که از دودلی های احساسی بیرون اومده شما رو مطمئن میکنه. یه کار خاص مثل خرید یک هدیه، حتی برای دوستانی که مجرد هستن، شاید دادن انگشتر، دادن حلقه، یا حتی برای دوستایی که توی کاتی هستن مثلا یه کادو، یه هدیه، یه چیزی به شما بده که آرامش خاطر در اون رابطه و موندن در اون رابطه رو به شما بده و بخواید که بمونید. خب دوستان مهربون من، از این که همراه من بودید خیلی ازتون سپاسگزارم. شما رو تا فردا و یک فال دیگه به خدای بزرگ میسپارم و خدا نگهدارتون باشه.